قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صبر می‌نیم. صبر معناش چیه؟ الحبس. الحبس. صبر معناش حبس. هم میگیم قتل صبرا ای قتل و قد حبس للقتل. دیروز گرفتیم این چیزا. رسول صلی الله علیه و سلم نه ان یصبر الحیوان. ان یصبر ماذا؟ الحيوان. يصبر الحيوان. ومثل الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات روح غرضا. يقولت نايمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات روح غرضا. غرض يعني يعني چه صبر يعني حبس. صبر يعني معناش حیوان صبر کشتن. فلان قتل صبرا یعنی اسیر چی میشه؟ یعنی اسیر گرفته باسته چیکار کردن یعنی کشتنش. همین از چی گرفته شده یعنی از صبر یعنی حبس. و چینده یعنی اصطلاحاً چی میشه؟ یعنی صبر سه به تقسیم میشه. حبس نفس از چی؟ حبس نفس طاعت ها به حبس نفس از گناه ها و حبس نفس بر چی؟ بر قضای قدر یعنی و این آیات هر سه همین چیزا در بر میگیرد. میگه شیخ قوله تعالی واصبر لحکم ربک یتناول الاقسام الثلاثه. یعنی همین آیات هر سه قسمت میگیره. الصبر علی طاعت الله و الصبر علی معاصی الله و الصبر علی اقدار الله. هر سه چیز در بر میگیره. چون شیخ به تفصیل بیان کنونید یعنی ای اصبر لحکم ربک الکونی و شرعی. یعنی طاعت الله سبحانه و تعالی به یعنی حکم کونی میشد و حکم شرعی میشد. حکم کونی معروف یعنی بیمار شدن، زلزله، مردن یعنی و شرعی یعنی همین امرهایی که الله سبحانه و تعالی امر میکند. نعم شرعی یعنی چی گفت؟ یعنی شیخ جان اوامر و نواهی. اوامر مثل چی؟ قول الله سبحانه و تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که همون چیزی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یعنی چیزی که تو به نازل شده همین چیزا رسون. یعنی همین رسوندن به حالت هیئت رسوندن رسول صلی الله علیه و سلم باید چی؟ صبر کنه. و كذلك امر الله تعالی ادعو الى سبیل ربک یعنی راه دعوت اند چی باید که چیکار کند؟ یعنی صبر کند. فانه نعم. اما مثلا چی نواهی از نهی ها ولا تکونن من المشرکین لئن اشرکت لیحبطن عملک. یعنی چی؟ از شرک خود داشتن، از گناه ها خود داشتن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مثل من خیل مثلا چی از همین ها کردن. و اما سیوم قسم احکام قدری به یعنی قد حصل علیه اذى من قومه یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی یعنی قضای قدر به شدگی چیست؟ قضای قدرنده. قضای قدر یعنی الله سبحانه و تعالی چی قدر رسول الله صلی الله یعنی چی قضای قدرنده رسول قوم قریشی ها رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی قدر چی کرد؟ یعنی اذیت داد. اذیت میداد، ضررها میرساند. یعنی چی؟ با قول اذیت دادن، با سخریه، مسخره، استهزاء، مثلا با تهجین و تنفیر الناس عنه. یعنی چی میگفتن؟ مجنون میگفتن، ساحر میگفتن، کذاب میگفتن، شاعر میگفتن. تنفیر الناس عنه آدم‌ها چیکار میکنندن؟ یعنی از رسول صلی الله علیه و سلم میگریزوندن و این چنین به چی؟ به فعلها ضرر رسوندن. یعنی چه خیلی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم تحت کعبه بود، یعنی سبحان الله تحت نزد کعبه مقدس ترین جای عظیم میگه حتی اینجا بچه مشرکو حتی کافر بیاید کافر چیکار میکردن؟ یعنی احترام میکردن. نبیذ یعنی یک شراب زمزم داده و چی میکردن؟ یعنی مهمانداری کار اکرام میکردن زیرا که چی؟ و تحت حمایه رب العالمین انده. و رسول صلی الله علیه و سلم نزد کعبه اند سجده رب العالمین به سجده کاری حالتند چیکار میکنند؟ یعنی اومده چی بیاورن؟ یعنی همین یعنی شکمبه میگویم همین شطوره چیکار کردن؟ بالای رسول صلی الله علیه و سلم اومده انداختن. اعوذ بالله. این مثلا اذیت رسول صلی الله علیه و سلم هم میبینه چی میکند؟ یعنی اذیت لیس هناک ابلغ من هذه اذیه. یعنی جایی که مثلا آدم احترام و اکرام کرده شود در حالت سجدن بیای بالای وای چی مونه؟ یعنی همین خیلی نجاستای پرتوی مثلا یعنی
اذیت و ضرر رسون یعنی میخواه کانو یأتون بالعذیره یعنی همین اخلاط های مثلا اخلاط مثلا چیزای افلاسی والانتان والاخضار یضعونه عند عتبه بابه نزد چی یعنی استونه دری خونش به چی آورده می چیزای میموندن هم منبع علیه الصلاة والسلام چی صبر میکرد و کذالک خرج الى اهل طایف یعنی این حدیث صحیحین انده وقتی که عایشه رضی الله عنها میپرسد که یا رسول الله تو بیان از روز احد شدگیم روز احد یعنی چی شد علیه الصلاة والسلام یعنی دندون هوش شکستن پیشونش جراحت دور کردن سرش جراحت دور کردن 70 صحابی کشته شد یعنی یک مصیبت یعنی از همین هم سختترین یکون مثلا مصیبت سری تو به اومد گفتگین در رسول صلی الله علیه و آله که خو میگود یعنی این چی این هم سختترین میگود من وقتی که روز عقبه یعنی وقتی که طایف برفتم سردار طایف که بود یعنی ابن عبدیالیل ابن عبدکلال ابن عبدیالیل ابن عبدکلال رفته چیکار کردم میگود خودم عرض کردم یعنی دعوت عرض پیشنهاد کردم دعوت قبول نکرد جایی که قبول کرده تعلیم گرفتم چیکار قبول نکرد دویمش قبول نکردن اکتفا نکرد رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کرد یعنی برابر راند سیمش چیکار کرد یعنی تمام صفحای همین اطفال و سیبیان چیکار کرد کوچه های طایف به جمع کرده چی به سنگ و به پای افسال هاشون چی علیه الصلاة والسلام همین خیل زدن که حتی میگو چی شد یعنی آتش رفت حتی که چی شد یعنی خودم با اومدم گجاب خودم اومدم قرن تعالب قرن تعالب امروز از ریاض اومده اهل یعنی میقات اهل نجد حتی از ریاض از نجد اومده استید یعنی نجد اگر بیاد به طریق چی میبید به طریق طایف میبید از عراق بیاید از نجد بیاید اگر به گجاب طایف میبید مکه همینجا طایف به وقتی که میبید حاضر چی میگه طریق سیل میگه نه همین جنده چی یعنی قرن چی یعنی علمینجا یعنی منازل میگه علمینجا ثعالب همینجا آدم میقات شده علمین جنده چی همینجا دونه کوه های همین جنده وقتی که چی شدم میگه خودم با اومدم بینم که جبرائیل علیه السلام اومده چی گفت الله تعالی تو به چی ملک جبال فرستانید یعنی فرشته کوه باید اگر طایف میندید که بین چینده یعنی بین دو کوه هنده اگر تو حاضر خواهی چی میکند یعنی هم دو کوه چی میکند بالای طایف به چپه میکند رسول صلی الله علیه و سلم گفت که نگفت یعنی خونهای روش ششته میگه که نمیگفت اگر از اینها امید نباشد شاید که مثلا از اصلا باشون یعنی از قبرهای اینها آدم ها میبرد که چی یعبدون الله وحده یکون الله تعالی چی میکند عبادت میکند چون چی یعنی روایت احمد انده چی میگه یعنی میگه که رسول صلی الله علیه و آله اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون سه چیز یکمش رسول صلی الله علیه و آله وای عفو کرد دویمش برای وای چی استغفار طلبید سیمش برای وای چی عذر طلبید که وای ها چیان معذور هستن معذور هستن همین قدر یعنی سختترین اذیتی که رسوندن با به همین چی میکند علیه الصلاة والسلام صبر میکند وای ها به چی عذر میکند یعنی عذر چی یعنی تصور کنید گجا اینهایی و گجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وادی وای ها چی تماما چی بیانه تماما دیگر وادی بیانه